семинари علمی عملی در موضوع تکنولوژی اینواسیونی پرورش زراعت‌های سبزیجاتی در شرایط گرمخانه با اشتراک معاون رئیس ولایت در تالار کنفرانسی باغ ملی وحدت دایر گردیده. در کار آن عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری و ساختارهای مربوطه آن، همچنین معاونان رئیسان شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی، ریاست‌های کشاورزی، متخصصان و صاحب ملکان گرمخانه‌های دائم عمل کننده اشتراک کردند. ضمن سخنرانی معاون رئیس ولایت از دستاوردهای کشاورزان و صاحبکاران وطنی در بنیاد گرمخانه‌های زمانوی اینواسیونی سال‌سال افزون گردیدن محصولات گرمخانگی که از دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام رحمان روی کار آمده به فراوانی بازار استعمالی مردم نگرانده شده است، یادرس گردیده اظهار داشت که سمینار امروزه در پیشرفت کار خواجگیداران و صاحب ملکان گرمخانه‌ها مساعدت خواهد کرد. ضمناً در سمینار از طرف عالمان و متخصصان در موضوع افضلیت استحصالی و خواجگیداری پرورش زراعت سبزیجاتی در شرایط گرمخانه‌های دائم عمل کننده، تکنولوژی پرورش زراعت سبزیجاتی در گرمخانه‌های اینواسیونی، پیشگیری کسری و ضرررسان‌های زراعت سبزیجاتی در داخل گرمخانه‌ها و ثمرناکی اقتصادی پرورش زراعت سبزیجاتی در گرمخانه مروزه‌ها شنیده شدند. در این روزها ما بسیارتر نیاز داریم به گرمخانه‌های دائم عمل کننده و سبزیجات‌های پمیدور، بادرنگ، بایمجان، قلمفری شیرین و دیگر سبزیجات‌ها نیاز داریم و زیاده از 40 گکتار گرمخانه‌های دائم عمل کننده وجود دارند. دو نمود اینواسیونی، یکی از آنها نمود اینواسیونی کاربر رفته شده است که آن به مانند هیدروپونیکا، همچون پرورش برای سبزیجاتی بر وقتی هم بر وقت استعمال کردن و در فصل سال تامین اهالی طلبات زیاد است. و در اینجا ما گفته میتونیم که پمیدور و بادرنگ یکی از سبزیجاتی بسیار استعمال شونده میباشد که این هم داخل کشور هم بیرون از کشور صادرات میشود. بسیارتر کار و فعالیت کرده شده. سبزیجات در دو مهلت کش کرده میشود. یکمین مهلت این ماهی بعد 25 ایول میباشد برای تیار نمودن حاصلی بعد از زمین کشاد باید تیار شود. این ماه نوامبر از اکتبر سر میشود تا ماه نوامبر دکبر دوام کرده میشود و مهلت کشتی دوم بعد 22 دکبر آغاز گردیده این در ماه اپریل تیار میشود و این اساسا پمیدور در نظر گرفته شدن و بادرنگ باشد ماه فوریه وابسته از اقلیم باد و هوا وابستگی دارد. چقدر که گرمی زیاد باشد در ماه فوریه ما میتوانیم در همون وقت کشتی رانده شود. باید تذکر داد که در میقات ولایت سوخت الحال 541 عدد گرمخانه‌ها به قید گرفته شده است که از این نشان داد 269 عددش با اصول چینی و 4 عدد گرمخانه‌های اینواسیونی یعنی با اصول و تجهیزات معاصر بنیاد گردیدند. طبق دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام رحمان آید به استفاده ثمرناک زمین، بنیاد و برقرارسازی گرمخانه‌های استحصال سبزیجاتی بر وقتی، سال سال افزون نمودن حجم محصولات خواجگی دهات، جلب صاحبکاران وطنی در ساخته به استفاده دادن کارگاه‌های اگروصنعتی و امثال آن، مسئولین متخصصان ساحه عرض دارند که با استفاده از نیروی بزرگ استحصالی کشاورزان به هدف بزرگ حکومت تاجیکستان یعنی رسیدن و امنیت آذوقه‌واری هر چی تیزتر نائل گردند. در این سمت در ولایت جهت افزون نمودن محصولات کشاورزی، فراوانی بازار استعمالی، هر چی بیشتر تامین نمودن اهالی با محصولات وطنی، اینچنین ثمرناک و مقصدناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارهای نظررس به اجرا رسانیده شده است. در این ردیف صاحب ملکان گرمخانه‌ها نیز با نظر داشت طلبات روزافزون اهالی به سبزیجات گرمخانگی عزم دارند که با استفاده ثمرناک گرمخانه‌های استحصال سبزیجات بر وقتی در افزایش حجم استحصال پمیدور، بادرنگ و دیگر سبزیجات گرمخانگی در فصل زمستان و بهار یعنی تا دوره در زمین کشاد پخته رسیدن حاصل مساعدت نمایند.